شب کریسمس بود و همه جهان در حال جشن گرفتن بودن. اما توی کاخ نیاوران نور شمع فقط یه خانواده رو روشن نمی‌کرد. مهمونایی از دورترین نقطه دنیا اومده بودن و تصمیمایی گرفته میشد که آینده ایران رو رقم میزد. من فرح پهلوی اون شب کنار شاه، فرزندامون و مهمونای ویژه لحظه‌ای رو تجربه کردم که هرگز فراموش نخواهم کرد. فضای کاخ نیاوران با نور شمع و چراغای رنگی تزئین شده بود و بازتابای طلایی روی سقف‌های بلند سالن می‌درخشیدند. کودکانم لیلا و رضا با چهره‌هایی پر از هیجان و چشمایی گرد اطراف درخت کریسمس می‌دویدن و با انگشتای کوچیکشون به تکه‌های تزئینی و زنجیره‌های براق دست می‌زدن. گویی می‌خواستن هر جرقه از نور رو لمس کنن. من با لباسی شیک و راحت به رنگ آبی کبود و مرواریدای کوچیک تزئین شده کنار شاه ایستاده بودم و به آماده شدن پذیرایی نگاه می کردم. قلبم پر از اضطراب و هیجان بود، نه تنها برای جشن بلکه برای مهمانی غیر منتظره که قرار بود هر لحظه وارد بشه. جیمی کارتر رئیس جمهور آینده آمریکا و همسرش به دعوت شاه برای گفتگوهای مهم سیاسی و دیپلماتیک وارد می شدن. نور شمع روی میزها و درخت به فضای کاخ حالتی جادویی داده بود که حتی در دل اضطراب سیاسی لحظه‌ای آرامش بخش ایجاد می‌کرد. شاه با قامتی راست و چهره‌ای آروم و با وقار در گوشه‌ای ایستاده بود و من نگاهشو می‌خوندم. اون همیشه وقتی مسائل سیاسی حساس پیش می اومد، نوعی اضطراب مخفی و پنهان توی چشماش داشت که فقط نزدیکترین افراد میتونستن حس کنن. با لبخندی آروم دستش روی شونه‌ام گذاشت و گفت فرح، امشب همه چیز خوب پیش خواهد رفت. تنها من میتونستم امیدوار باشم و آرامشم رو به نمایش بذارم. کودکانم وقتی که متوجه ورود مهمونا شدن کمی مضطرب شدن و لیلا با دسته کوچیک و لرزونش پرسید مامان اینا مهمونای رسمی هستن؟ با آرامش جواب دادم بله عزیزم، اما نگران نباشید، شما هم بخشی از جشن هستید. نگاه شاه به من و کودکان پر از اعتماد و محبت بود و لحظه‌ای کوتاه حس خانوادگی و امنیت تمام سالن رو پر کرد. لحظه ورود مهمونا در بزرگ سالن باز شد و جیمی کارتر و همسرش وارد شدن. نور لحظه‌ای چشما رو خیره کرد و سکوتی کوتاه پر از احترام و تعجب برقرار شد. شاه با لبخندی دیپلماتیک دست کارتر رو فشرد و اون با احترام پاسخ داد. من با گرمی سلام کردم و در همون لحظه حس می کردم که این شب بیشتر از یه جشن خانوادگی میتونه تاریخی باشه. ترکیبی از قدرت سیاسی و گرمی خانوادگی که به سختی توی یه لحظه دیده میشد. فرزندانم در ابتدا کمی کنجکاو و کم حرف با نگاه‌های حیرت زده و لبخندهای آروم به مهمونا نزدیک شدن و آروم آروم شرم و ادب و با کنجکاوی کودکانه در هم آمیختند. میز مهمونی پر از شیرینی‌های تازه، کیک‌های شکلاتی و خوراکی‌های رنگارنگ بود که هر کدوم با دقت چیده شده بودن و بوی دلنشین اونا فضای سالن رو پر کرده بود. شاه و من کنار هم نشستیم و در نگاه هم ترکیبی از نگرانی و امید موج می‌زد. نگرانی برای آینده سیاسی و امید برای لحظات کوتاه خانوادگی. گفتگوهای سیاسی و دیپلماتیک به آرومی در جریان بود، اما من نمیتونستم از نگاه کردن به فرزندام و لحظه‌های کوچیک اونا غافل بشم. کارتر و همسرش به آرومی به ما نزدیک شدن و درباره روابط ایران و آمریکا صحبت کردند. شاه با وقار و جدیت سیاست‌های کشور را توضیح داد و من کنار اون حس می‌کردم که هر حرکت و هر کلمه سنگ بنای تاریخ فردای ایرانه. کودکانم از حضور رسمی مهمونا قدری فاصله گرفتن و در گوشه‌ای مشغول بازی شدن، اما حتی در بازی اونا نیز نوعی احترام و نظم دیده می‌شد. انگار از همون لحظه‌های کوتاه درس‌های بزرگ زندگی و سیاست به اونا منتقل می‌شد. زمان گذشت و ساعت به نیمه شب نزدیک شد. نور شمع‌ها و چراغا فضای کاخ رو به مکانی رویایی و کمی رازآلود تبدیل کرده بود. شاه و من کنار هم ایستاده بودیم و به فرزندامون نگاه می‌کردیم که در آغوش هم خوابیده بودن. تصویری که حس صلح و امنیت خانوادگی و توی دل هر بیننده‌ای زنده می‌کرد. مهمونا به آرامی خداحافظی کردن و من حس می‌کردم که این شب نه تنها یه جشن کریسمس بلکه نمادی از لحظه‌ای آروم و در عین حال حساس توی تاریخ کشورمونه.
شبی که ترکیبی از سیاست، خانواده و تاریخ در هم آمیخته شده بود. این آخرین کریسمسی بود که توی ایران کنار هم گذروندیم. اون شبو هرگز فراموش نخواهم کرد. نه فقط به خاطر حضور مهمونای ویژه یه فضای پرزرق و برق کاخ، بلکه به خاطر اینکه دیدم خانواده و تاریخ چگونه توی یه لحظه کوتاه به هم میپیوندن.